که یه لباس خوشگل برای یک دختر خوشگل بروزیم. ممنونم که به من گفتیم بیام آقای عباس. واقعا که خیلی خوشحال میشم که شما برام یک لباس زیبا بدوزید. خیلی لطف داری عزیزم، این تعریفت به من خیلی انرژی میده. شما لطف داری، شما واقعا بهترین خیاط این شهری. مرسی عزیزم. خب معلومه که من با 30 سال سابقه کار خیاطی معلومه که باید بهترین خیاط این شهر باشم. آره دیگه، شما واقعا حق دارین که بهترین خیاط این شهر باشید. خب حالا عزیزم بریم لباستو بدوزیم. حالا یکم نخی قرقره با مصرم دستمه. خب با قیچی هم دست میگیریم. حالا میریم چرخ رو روشن میکنیم و میدوزیم و میدوزیم. خب حالا لباست آماده است دختر قشنگم. بیا عزیزم، بیا تنت کن. حالا من به خب عزیزم، خب آقای عباس من حالا برم توی اتاق پرو تنم کنم. وای چقدر بهم میاد. دستتون درد نکنه آقای عباس. خب عزیزم بیا ببینمت. او دخترم خیلی خوشگل شدی. مرسی عباس آقا، واقعا که دستتون درد نکنه. خب حالا میدونی این لباس چی کم داره؟ نه چی کم داره؟ یک کلاه خوشگل نقاشی. بیا عزیزم، حالا بیا برات کلاه تو بدوزم. حالا یکم دکمه، نخ قرقره. و حالا میریم میشینیم پشت چرخ و چرخ رو روشن میکنیم. خب حالا این کلاه خوشگلت آماده است. حالا سرت کن که من ببینم. باشه الان سرم میکنم. یه لحظه من پاپیونم رو در بیارم. حالا ببینم چقدر بهم میاد. بیا ببینم قشنگم. او خیلی بهت میاد. مرسی آقای عباس. حالا چقدر من پرداخت کنم؟ قابلی نداره دخترم، همینطوری ببرش، اشکالی نداره. مرسی واقعا ازتون، شما خیلی مهربونی. آره دیگه عزیزم، تو این وضعیت اقتصادی مگه کسی اینقدر میتونه پول بده؟ مگه چقدر شد؟ خب دخترم این هزینه‌شو نمیخوام بهت بگم، تو برو راحت باش. باشه حالا اصرار نمی کنم. خود دستتون درد نکنه، واقعا خیلی ممنون